به تعداد زیادی از پادشاهان تاریخ لقب بزرگ داده شده. این امر سبب شد لقب بزرگ تا حدی عادی جلوه کند. اما یکی از بزرگان باستانی که حقیقتاً لایق این عنوان ارزشمند است، بنیانگذار و نخستین شاه شاهان از امپراتوری ایرانی هخامنشیان است، کوروش دوم که او را به نام کوروش بزرگ نیز میشناسند. امروز قرار است در مورد به قدرت رسیدن کوروش و اقداماتی که وی در دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم شکل داده صحبت کنیم. در ادامه سقوط امپراتوری آشوری در 612 پیش از میلاد 4 قدرت منطقه را در دست گرفتند: مصر، لیدیه، بابل و امپراتوری ماد که قلمروشان از شرق ایران تا کاپادوکیه ادامه داشت. یکی از سرزمین‌های آنها استان فارس بود، منطقه کوهستانی که منزلگاه پادشاهی انشان بود. فرمان روایان هخامنشیان بودند. بنیانگذار آنها هخامنش بود. در افسانه ها آمده شاه مادها آستیاک در خواب دیده بود که از شکم دختر باردارش ماندانا آبی جاری می شود که به زودی تمام آسیا را به زیر خود خواهد برد. به همین خاطر با علم به اینکه پسر یک فارسی ناچیز هرگز نمی تواند در امپراتوری بزرگ ماد حکومت کند، او را به وصلت یکی از پادشاهان انشان درآورد. اما بلافاصله پس از آن خواب دیگری دید که در آن تاک‌های انگور از شکم ماندانا بیرون زده و کل جهان را در بر گرفت. آستیاک که وحشت زده و بددل شده بود تصمیم گرفت فرزند دخترش را به هنگام تولد به قتل برساند. این پسر که کوروش نام داشت در سال 600 پیش از میلاد در قصر سلطنتی حکمتانه به دنیا آمد. آستیاک به یکی از مردان ارشد خود هارپاک دستور داد بچه را گرفته بکشد و بدنش را در دوردست‌ها رها کنند. هارپاک گفت که به دستورش عمل می کند و بچه را به خانه برد. او حاضر نبود بچه را بکشد، اما از خشم آستیاک نیز می ترسید. هارپاک به یک چوپان به نام مهرداد دستور داد که کارش را انجام دهد، ولی مهرداد و همسرش به جای کشتن کوروش نوزاد مخفیانه او را به عنوان پسر خودشان بزرگ کردند. نه هارپاک نه آستیاک از این موضوع اطلاعی نداشتند. یک روز کوروش که پنهانی به نام اگراداتس زندگی می‌کرد با چند پسر دیگر مشغول بازی پادشاه و محکمه بود. یکی از این پسران فرزند یک نجیب زاده از ماد بود. در بخشی از بازی پادشاه کوروش به پسر اشرافی شلاق زد. پسر نیز از این حادثه به پدرش شکایت کرد. از عامل جرم خواسته شد مقابل آستیاک جواب پس بدهد. او هم خیلی سریع متوجه شد که او همان پسری است که به هارپاک دستور قتلش را داده بود. آستیاک تظاهر به خونسردی کرد و به هارپاک توضیح داد که گاهی بابت آن دستور احساس پشیمانی داشته و این عمل او را باید به ضیافتی جشن گرفت. طبق دستور آستیاک هارپاک پسر 13 ساله خود را به قصر فرستاد و سپس خود نیز به عنوان مهمان به آنجا رفت. طی این ضیافت آستیاک هارپاک را وادار کرد که پسر خودش را بخورد و اگرچه که او ادعا کرده بود که من با هر کاری که شما انجام دهید موافق هستم، تا ابد این کینه را به دل نگه داشت. در همین حین کوروش بخشیده شد و حتی به سمت پیاله‌داری رسید که جایگاهی بالا داشت. این پارسی جوان حتی به عنوان نماینده و مشاور آستیاک خدمت کرد و تبدیل به فردی حیاتی برای او شد. کوروش نیز با کاساندانا ازدواج کرد. او یک هخامنشی و عشق زندگیش بود. در آن زمان هارپاک مشغول گردآوری اطرافیان ضد آستیاک و دوستی با کوروش بود. در سال 522 قبل از میلاد آنها تصمیم به اقدام گرفتند. شاهزاده که حالا 40 سال داشت به زادگاه خیش بازگشت و مردم آنجا را تشویق به شورش کرد. بعد از پیروزی در مبارزه اول و یک مبارزه دیگر در مرز بین پارس و ماد، کوروش و متحدانش بعد از خیانت هارپاک به آستیاک ارتش او را در خارج از پاسارگاد شکست دادند و خیلی زود شهر اکباتان را فتح کردند. تقریباً بلافاصله حکمرانان ماد در هیرکان، پارت و باختران نیز تخریب شدند. امپراتوری هخامنشی که در ابتدا همکاری بین پارت و ماد بود زاده شد. در نتیجه این اتفاق کوروش از روی وظیفه شناسی اداره این قلمرو تازه پیروز شده را به عهده گرفت. قلمروهای او به چند حوزه نیمه مختار تقسیم شد که به ساتراپی ها معروف بودند و توسط ساتراپی های اداره می شدند که کوروش از بین پارس ها و ماد ها انتخاب می کرد.
ناظرانی برای بررسی عملکرد حکم فرمایان کوچکتر ارسال شدند و 10,000 تن از بهترین جنگجویان کوروش به عنوان گارد جاویدان انتخاب شدند. شاه شاهان تمام این کارها را تحت پوشش معاهدات دوستانه‌ای انجام داد که با همسایگان قدرتمندش بابل و لیدیه بسته بود. با این حال پادشاه لیدیه کروزوس با اطمینان از پاسخ دو پهلوی پیشگویی معبد دلف شروع به گردآوری نیرو برای حمله به این غاصب پارسی کرد. پیشگو گفته بود با شروع جنگ یک امپراتوری بزرگ نابود خواهد شد. سال 548 پیش از میلاد کوروش که احتمالاً خبرها را از جاسوسان ارتش در رودخانه هالیس دریافت کرده بود، نمایندگانی را به ایونیا در یونان فرستاد و از آنها خواست که وارد جنگ نشوند. ولی شهرهای وفادار به لیدیه به استثنای شهر ملیتوس بیدرنگ این درخواست را رد کردند. این تصمیم بین یونانی‌های دریای اژه در نهایت بیش از نیم قرن بعد محرک جنگ افسانه ایران و یونان شد. کروزوس و ارتش بزرگش با گذر از هالیس و مرز هخامنشی‌ها در سال 547 به پتریا رسیدند و آن را اشغال کردند. کوروش با شنیدن خبر تعرض به پایتخت خود اکباتان به سمت غرب لشکر کشید تا با لیدیه‌ای هایی که توسط ارتش وفادار ساتراپی‌ها در سطوح مختلف به آنها پیوسته بودند مقابله کند. هسته نیروهای او شامل پارسی‌ها و مات‌ها بودند، اما از سراسر ایران در این ارتش حضور داشتند. وقتی ارتش هخامنشی که از ارتش لیدیه کوچکتر بود سر رسید، پتریوس سقوط کرده بود و مردمش به عنوان برده به لیدیه فرستاده شده بودند. پادشاه لیدیه که به توانایی خودش برای شکست کوروش اطمینان داشت، آماده مبارزه شد. اما در جنگی که یک روز کامل به طول انجامید، ایرانیان ارتش لیدیه را در هم شکستند و کروزوس را وادار به عقب نشینی به سمت ساردیس کردند. پادشاه لیدیه انتظار داشت فرارسیدن زمستان از حمله کوروش جلوگیری کند. به همین خاطر مامورانی را به سوی متحدانش بابل، مصر و اسپارت فرستاد و از آنها خواست تا 5 ماه دیگر ارتش‌هایی برای کمک ارسال کنند. از روی اجبار تمام مزدوران خود را با دستورات مشابه به جاهای دیگر فرستاد، ولی کوروش برخلاف روند مبارزه در این بازه زمانی مسیر لیدیه را در پیش گرفت و در منطقه‌ای در دیدرس ساردیس اتراق کرد. کروزوس یک ارتش سوار نظام شکست ناپذیر برای مقابله با ایرانیان فرستاد. هارپاک توصیه کرد که سوار نظام از شتر به جای اسب استفاده کنند. وقتی نبرد آغاز شد، شترها سبب شدن اسب‌های لیدیایی ها وحشت کنند و سپاه کروزوس تلفات سنگینی داد، اما او توانست به ساردیس عقب نشینی کند. قبل از اینکه ایرانیان شهر را محاصره کنند، کروزوس توانست درخواست کمک به متحدانش را ارسال کند. با این حال بعد از تنها 14 روز پس از محاصره، یکی از بزرگترین پایتخت‌های نزدیک به شرق سقوط کرد. بعد از یک لشکرکشی رعدآسا، ساردیس و تمام شهرهای آسیا تحت قلمرو هخامنشی بودند. کوروش از جان کروزوس گذشت و او را مشاور خود کرد. آن پیشگویی صحیح بود، اما به جای امپراتوری پارسی ها، امپراتوری قدرتمند خود را نابود کرد. اگرچه به نظر نمی رسید قبل از حمله لیدیه به این قلمرو توسعه از طریق مبارزه در اولویت های پادشاه پارسی بوده باشد، اما شکی نیست که او بالاخره برای فتح این منطقه دست به عمل میزد. در ادامه تصاحب پادشاهی کروزوس، کوروش و فرماندهانش اقدام به ایجاد یک پایتخت جدید و بزرگ در پاسارگاد کردند. علاوه بر مقاومت قلمروهای جانبی مثل باختران و اوراتور را تحت کنترل خود درآوردند. سال 542 پیش از میلاد توجه کوروش به یک قدرت بزرگ دیگر بود: امپراتوری بابل. زمان زیادی از روزهای خوب بخت و نصر دوم گذشته بود. پادشاهی حال حاضر بابلی ها نبونید حکمران خوبی نبود. او به کاهنان بابلی توجه نمی کرد و بودجه‌ای به آنها نمیداد. مردم عادی را نادیده می گرفت. نوسازی شهرها را متوقف کرده بود و حتی جشنواره سال جدید خدای بزرگ وردود را هم لغو کرد. نارضایتی ها بالا گرفته بود و وفاداری به پادشاه و پسرش در پایین ترین حالت ممکن بود. کوروش نیز کاملا از این وضعیت آگاهی داشت. نفوذی های ایرانی شروع به پخش خبری در امپراتوری نبونید کردند که میگفت کوروش قصد بازیابی برتری مردوک در بابل را دارد. در سال 540 کوروش که حس می‌کرد زمانی مناسب فرا رسیده، ارتش خود را فرستاد تا به کمک یک شورش محلی ایران تحت تسلط بابل را تصرف کند. این ضربت نبونید را از بازنشستگی درآورد و به بابل برگرداند. آنجا دوباره کنترل
ارتش را به دست گرفت. او آشکارا مجسمه‌های مقدس قلمروهای بسیار خودش را تصاحب کرد تا از فرمانبرداری آنها اطمینان حاصل کند. سال بعد کوروش و ارتش رو به قدرتمندتر شدنش به جنوب لشکر کشیدند تا به امپراتوری بابل حمله کنند. اما این کار برای رهایی مردم بابل انجام شد. با این حال پیشرفت آنها هفته‌ها به خاطر طغیان انشابی از رود فرات به شمال اسویس متوقف شد. اگرچه گردانهای ایرانی با حفر گودال‌هایی در اطراف رودخانه برای منحرف کردن مسیرش به این موانع غلبه کردند، اما این تغییر به نبونید اجازه داد ارتش بزرگی گرد هم آورده و به سمت شمال پیشروی کند. خود پادشاه در سیپا مستقر شد، در حالی که ژنرال گوارا جنگ را هدایت می‌کرد. مبارزه در آخرین روزهای سپتامبر در نزدیکی اوپیس رخ داد. آنچه می‌دانیم این است که نیروهای کوروش که تحت پرچم طلایی و قرمز شفاف می‌جنگیدند باز هم در یک نبرد نفسگیر پیروز شدند. اوپیس سقوط کرد و به گوارا که تسلیم شد جایگاهی در دربار ایران داده شد. نبونید به جای مقابله با ارتش کوروش به سمت جنوب رودخانه رفت. کوروش همراه با سپاه گسترده خود به شهر نظام گسیخته بابل رسید و دید که ارتش نبونید هم داخل شهر سنگر گرفتند. این منظره حتی برای کوروش نترس هم صحنه‌ای به واقع وهم‌آور بود. دفاع آنها شامل چندین لایه خندق، خود رود بزرگ فرات و 2 دیوار غول پیکر درونی و بیرونی بود که هر کدام بیش از 25 متر ارتفاع داشت و تا 24 کیلومتر اطراف محیط تقریباً مثلثی شکل شهر کشیده شده بود. شهر مناطق شبکه‌ای و منظم با خیابان‌های متقاطع داشت که خانه‌ها، قصرها و معابر را شامل می‌شد. مهمترین بخش آن سنگر بزرگ گارد سلطنتی در کنار دروازه ایشتار بود. کوروش درست مثل همیشه بلافاصله مشاورین خود را برای مشورت در زمینه جنگ گرد هم آورد. آنها به این نتیجه رسیدند که حمله با مقیاسی بزرگ میتواند منجر به تلفات عظیمی شود. بنابراین سر یک استراتژی پیچیده توافق کردند که به صبر، هوش و زمانبندی مناسب احتیاج داشت. ابتدا برای حفظ محاصره‌ای راحت‌تر، کوروش ارتش خود را به 2 بخش تقسیم کرد. یکی را در ساحل شرقی فرات مستقر کرد، یعنی جایی که رود در شمال به بابل می رسید، و گروه دیگر را نیز در پایین رودخانه فرستاد، یعنی جایی که رود از شرق خارج می شد. خود کوروش تمام افراد غیر نظامی از جمله خدمتکاران و ملازمان را به شمال برد. آنها همراه هم به محلی از رودخانه رفتند که سالها پیش حفر شده بود تا موقتاً جهت جریان رود را تغییر دهد. آنها کانالی عریض از حوزه رودخانه تا رود حفر کردند و درختان نخل بزرگ را داخل آن انداختند تا نقش موانعی را بازی کند که جهت آب را تغییر دهد. وقتی زمین کنده شد، بخش بزرگی از جریان فرات به جای رفتن به سمت بابل به سوی حوزه رودخانه راهی شد. با اینکه گزنوفون میگوید سطح آب قبل از این حرکت ماهرانه به بیش از 2 مرد میرسید، اما هرودوت بیان میکند که بعد از این کار عمق فرات فقط تا کمر انسان میرسید. این رودخانه غیر قابل عبور حالا تبدیل به یک مسیر ورود به شهر شده بود. دقیقاً همان شب که مصادف با تاریخ پیدایش جشنواره بزرگ موسیقی، نوشیدن و شور و شادی در بابل بود، کوروش از گوارا خواست از پایین رودخانه کم عمق شده به شهر نفوذ کند. شهروندان در حال پایکوبی بودند و نگهبانان پایتخت نبونید متوجه ورود آنها نشدند. مدافعان که به اشتباه احساس می‌کردند در امنیت کامل به سر میبرند و مشغول نوشیدن بودند، نتوانستند در برابر نفوذ ایرانیان مقاومت کنند. با طلوع خورشید شاهزاده بلشس مرده، دروازه‌ها باز شده و شهر تحت کنترل کوروش درآمده بود. نبونید که در نزدیکی گریزپا بود توسط فرمانروای بزرگ ایرانی محاصره شد، در واقع بخشیده شد و با تبعید به کرمان زندگی راحت و تقریبا شادی را سپری کرد. 2 هفته پس از تصاحب شهر و رسیدگی به تمام تشریفات ضروری در 26 اکتبر 538 کوروش با استقبالی هیجان انگیز وارد بابل شد و مقام مردوک شاه بابل را به جایگاه بالای خود بازگرداند و به نیازهای مردم رسیدگی کرد. برای نمایش سخاوتمندی‌های خود حکمران جدید مالیات‌ها را به حداقل رساند، چندین پروژه عمومی را تکمیل کرد و قانون آزادی ادیان را اعلام نمود. منابع تاریخی به طور خلاصه بیان می‌کنند که مردم چه احساسی داشتند. آنها شبیه زندانیانی بودند که در زندان به رویشان باز شده بود.
آزادی به کسانی که در احاطه ظلم و ستم بودند بازگشته بود. همه با خوشحالی او را پادشاه خود می دانستند. کوروش بزرگ هزاران یهودی را که در بابل اسیر شده بودند آزاد کرد. کوروش دستور ساخت و تأمین بودجه معابد همه ادیان را داد. بابت این سخاوتمندی او تنها خارجی بود که نام مسیح را در مذهب یهودی به او دادند. کوروش پس از فتح بابل نخستین اعلامیه حقوق بشر را نوشت که هنوز هم موجود است. در ادامه تصاحب بابل و امپراتوری غنی آن توسط ایرانیان، تنها رقیب احتمالی که برای کوروش باقی مانده بود مصر بود. اما عمر کوروش پیش از حمله به مصر به پایان رسید. در منابع باستانی بعد از سال حدود 539 یک شکاف وجود دارد که طیان گمان می رود پادشاه بزرگ امپراتوریش را مستحکم کرده و آجر آجر بر هم گذاشته تا زیر ساختی قدرتمند برای قرنها حکمرانی همراه با کامیابی را بنا نهد. گزنوفون میگوید وقتی پادشاه مشغول لشکرکشی نبود 7 ماه از سال در بابل مستقر میشد، جایی که آب و هوای گرم و آفتابی داشت. با فرارسیدن بهار کوروش به مدت 3 ماه به شوش میرفت و با شروع تابستان به اکباتان در کوهپایه‌های مالت سفر میکرد، جایی که آب و هوای خنک‌تر و قابل تحمل‌تری داشت. او در طول پادشاهیش تنها 7 بار به پاسارگاد سر زده است. روایت‌های گوناگونی در مورد مرگ کوروش وجود دارد. سرباز و مورخ یونانی گزنوفون باور داشت که نخستین پادشاه پارسی در بستر خود فوت کرده، در حالی که طبیب یونانی کتسیوس ادعا می‌کند مرگ کوروش به خاطر زخم‌هایی بوده که در جنگ برداشته بود. با این حال هرودوت معتقد است که در نبرد با ماساچت‌ها کشته شده است. بنیانگذار و نخستین شاه شاهان از امپراتوری ایرانی هخامنشیان، کوروش بزرگ در پاسارگاد به خاک سپرده شد. آرامگاه او از زمان باستان تا به امروز همچنان پابرجاست.